کوروش چگونه توانست بابل را بدون جنگ فتح کند؟ بابل شهری افسانه‌ای با دیوارهای بلند و معابدی باشکوه، شهری پر از ثروت و زیبایی، اما در دل مردمش خستگی و نارضایتی موج میزد. سالها ظلم و مالیات‌های سنگین مردم را خسته و ناامید کرده بود. در پشت این شکوه واقعیتی تلخ پنهان بود. مردم بابل روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشتند. سربازان بر آنان سخت می‌گرفتند و کاهنان از شاه خوشنود نبودند. امید در دلها خاموش شده بود. در همان زمان کوروش بزرگ شاه ایران تصمیمی سرنوشت ساز گرفت. او می‌دانست که فتح بابل با جنگ تنها ویرانی به بار می‌آورد. کوروش با خرد خود راه دیگری برگزید، راه صلح. کوروش به لشکریان خود میگوید ما برای غارت نیامده‌ایم، ما برای برقراری عدالت آمده‌ایم. مردم بابل دشمن ما نیستند، آنان دوستان ما خواهند بود. سپاه ایران به سوی بابل روان شد، اما نه با ترس و تهدید، بلکه با پیام صلح و احترام. پرچم‌های سفیدشان نشانه‌ای بود از نیت پاک کوروش. هنگامی که سپاه ایران به دروازه‌های بابل رسید، مقاومت چندانی در برابرشان نشد، زیرا بسیاری از سربازان بابل خود از شاه و حکومتش دلخوشی نداشتند. اما به خاطر دیوارهای عظیم و دروازه‌های سنگین نتوانستند به راحتی وارد آن شوند و کوروش می‌دانست که اگر دروازه‌ها را بشکند جنگ و آشوب می‌شود. کوروش راهی برای نفوذ به بابل اندیشید. او فرمان داد مسیر رود فرات که به درون بابل می‌رسید را منحرف کنند. پس از مدتی آب رود آرام پایین رفت و بستر آن برای گذر هموار شد. سپاهیان ایران از بستر خشک شده رود وارد شهر شدند. سربازانی که از رود فرات داخل شهر شده بودند دروازه ها را باز کردند. کوروش هنگام ورود گفت ای مردم بابل، شما دشمن من نیستید. من آمدم تا شما را آزاد کنم و عدالت برقرار سازم. سپاه کوروش آرام و بی هیاهو وارد بابل شد. نه ویرانی رخ داد و نه غارتی. نظم و آرامش در کوچه ها برقرار بود. کوروش با بزرگان و کاهنان بابل دیدار کرد. او وعده داد که معابد محفوظ خواهد ماند و آیین‌های مردم ادامه خواهد یافت. شاهی که فاتح بود خود را خدمتگزار مردم معرفی کرد. کوروش حتی به تبعیدیان از جمله یهودیان اجازه داد به سرزمین خود بازگردند و معابدشان را بازسازی کنند. این وعده کوروش را در دل ملت‌ها جاودانه کرد. کوروش بزرگ دستور داد این فتح مسالمت‌آمیز بابل بر منشوری استوانه‌ای از گل رس به خط بابلی بنویسند تا یادآور این باشد که قدرت واقعی در خشونت نیست، بلکه در صلح و احترام به مردمان است. بعد از مدتی بابل نفسی تازه کشید. بازارها جان گرفتند، کودکان خندیدند و مردم دوباره به زندگی بازگشتند. سپاهیان هخامنشی حافظ امنیت بودند، نه تهدید. شادی و آرامش بر شهر سایه انداخته بود. بابل بدون جنگ و بدون ویرانی به بخشی از امپراتوری ایران تبدیل شده بود. خبری که در آن زمان همه سرزمین‌ها را شگفت زده کرده بود. کوروش با خود میگوید صلح بزرگترین قدرت است و این گونه بابل باشکوه وارد امپراتوری هخامنشیان شد. نام کوروش برای همیشه به عنوان شاهی عادل و خردمند در تاریخ ماندگار شد. اگر از این روایت تاریخی لذت بردید فراموش نکنید کانال ما را سابسکرایب کنید. همراه ما باشید تا داستان‌های شگفت‌انگیز تاریخ ایران و جهان را مرور کنیم. اگر می‌خواهید قسمت بعد محتوای منشور کوروش باشد ویدیو را لایک کنید.